سبحان الله. عیب است برای جوان مسلمانی که در حیات عمر خود یگان بار نماز نخوانده باشه. بعضی انسان ها 40 و 50 هم هستند در حیات خود یگان بار یعنی سجده الهی کردگی نیستند. پناه می‌طلبیم به سوی پروردگار از این گونه شخصیت ها. سبحان الله. این گونه انسان ها را در روی عالم بوده است. سال 2017 الله اعلم در قزان یک برادر یعنی برادر مسلمان بود، تاکسی کار میکرده، در حق سواد میکرد، گرفتیم بردیمش، گفتیم در حق من دعا کن، یعنی پولشو نگرفتیم، این به خاطر منت ریان است. وقتی است که گفتیم در حق من دعا کن در نمازات برای ما بسنده است. گو برادر عزیز، ریش فرش موندگی، ریشش 2 برابر ریش ما بلنده. میگم برادر در حق ما دعا کن در نمازات برای ما بسنده ان شاء الله. میگه برادر عزیز، من در حیاتم یگان بار سجده الهی کردگی نیستم، یگان بار نماز خوندگی نیستم. والله گریان شدم گفتم سبحان الله، نخواد که تورین در انجا یعنی برادر مسلمان و توجیه برادر ما و شما یعنی در حیات خود یگان بار نماز نخوانده باشه. والله تا این وقت بارم نمیومد که حس برادران ما و شما که نماز نخونه. یه روز یک برادر یارم پرسان میکنه، میگم برادر عزیز چه درد داری؟ میگم زیاد خواندن در کن. پرسانش میکنم که در حیات نماز میخونی؟ میگه یگان بار خوندگی نیست. میگم چند ساله؟ میگه 41. میگم چرا نخوندی؟ میگه نمیتونم خونده، یادم دادگی نیستن یا که یاد گرفتگی نیستم. سبحان الله. برادران عزیز، اپا و خواهر و اکا و دادر کدامت که فرزند دارین، یک از بهترین صدقه جاریه همینه که فرزند خود را تعلیم با نماز بده، که در یک روز او 5 بار نماز که بخونه در ثواب او شریک میشه. از سبب اونه که وقت نیست، جا و مکان نیست، نخدو بگیم رفته ایستیم و ویدیو میکنیم. والله که عیبه که فرزندای ما و شما نماز نخونن. روز محشر جانگودازت بود، اولی پرسیش از نماز بود. یکم چیزی که از ما و شما پرسان میگن در قبرستان این نماز است. بعد از سوال هایی که نکیر و منکر در قبرستان برای شما میکنن، بعد از اون نماز ما و شما خواندیم، عبادت کردیم، کی را پرستش میکردیم. در امان الله باشین. خداوند نگهبانتان باشه. با دعا باشین که